رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه به نام خداوند بخشنده و مهربان. از بلال ابن حرس المزنی خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه داشتن ماه رمضان در مدینه منوره بهتر از 1000 روزه داشتن رمضان در غیر آن است. یک جمعه در مدینه منوره بهتر از 1000 جمعه در دیگر شهرهاست. در شریعت اسلام هر یک عمل نیک 10 ثواب داشته، در ماه رمضان ثواب عملها بیشتر می شود و انجام عمل نیک مثل روزه داشتن در مدینه 1000 ثواب دارد. این چنین ادای نماز جمعه در مسجد نبوی نسبت به دیگر مسجدها غیر از مسجد الحرام مکه 1000 ثواب دارد. پس خوش به حال آن برادرانی که در ماه شریف رمضان حج عمره نموده و نماز و روزه خود را در مکه مکرمه و مدینه منوره می گذرانند. نرقى الجنان رمضان أهلا بك رمضان أهلا بك رمضان